اگر شما امروز صبح صحت بیدار شده اید، خوشبخت‌تر از 1,000,000 انسان هستید که هفته آینده زندگی نمی‌کنند. اگر شما هیچگاه جنگ، تنهایی، زندان، عذاب شکنجه یا گرسنگی را از سر نگذرانده اید، شما خوشبخت‌تر از 500 میلیون نفر در این جهان هستید. اگر شما بدون ترس و هراس و تهدید حبس یا مرگ زندگی میکنید، شما خوشبخت‌تر از 3 میلیارد نفر در این جهان هستید. اگر در یخدان شما خوراک باشد، شما از 75% آدمان این جهان بایترید. اگر شما در همیانتان پول بانکی داشته باشید و کمی پسنداز داشته باشید و 8% آدمان ثروتمند این جهان تعلق دارید. وقتی که یگان شخص عاقل گفت که گویا به پول نیاز ندارید، دوست بدار، گویا هیچ کس تو را آزار نداده است، رقص بکن، گویا کسی به تو می‌نگرد، سرود بخوان، گویا کسی شما را نمی‌شنود و شما گویا زندگی خواهید کرد. بهشتی